ممکن است تو بهترین مهارت دراپ شیپینگ را در دنیا داشته باشی، اما اگر در نیش اشتباهی فعالیت کنی هیچ وقت در بازار دیده نمیشی. امروز برات کمک میکنم تا نیش واقعی خودت را پیدا کنی. پس تا آخر ویدیو حتما با ما همراه باش. سلام، من مصطفی حسینی هستم و در این ویدیو از سلسله آموزش های دراپ شیپینگ قرار است یاد بگیریم که چطور نیش مناسب انتخاب کنیم. یعنی اولین و مهمترین قدمی که موفقیت یا شکست تجارت آنلاینت را تعیین میکنه. این ویدیو در 7 بخش تقسیم شده و ما هر بخش را جداگانه با همدیگه یاد میگیریم. بخش اول، نیش چیست؟ اول تعریف از نیش داشته باشیم. نیش در واقع یعنی بازار هدف مشخص. به چی معنا؟ یعنی مخاطبان محصولات تو مشخص می باشه که کدام قشر از جامعه می باشه. خانم ها می باشه یا آقایان می باشه یا جوانان می باشه. مثلا به جایی که بگویی من لباس فروشی دارم یا لباس مفروشم، بهتر است بگویی که من لباس ورزشی مخصوص آقایان مفروشم، که این تمرکز باعث میشه مشتری حس کنه دقیقا محصول مورد نیاز خود را پیدا کرده. پس من بر شما توصیه میکنم تا نیش خود را بیشتر تخصصی تر بسازین تا محصولات بیشتر را بفروشین. بخش دو، انواع نیش ها. ما نیش ها را به دو دسته بزرگ تقسیم میکنیم. یک، نیش های فیزیکی یا فیزیکال نیش. دو، نیش های دیجیتالی یا دیجیتال نیش. نیش های فیزیکی معمولا نیش های می باشه که قابل لمس است و حالت فیزیکی داره، مثل لباس، وسایل آرایشی، وسایل ورزشی، ساعت، لوازم خانه، عطر و غیره. خب هر نیش از خود مزایا و معایب داره. مزیت های نیش فیزیکی ای است که مردم همیشه به این نیش نیاز داره. مردم به لباس نیاز داره، مردم به وسایل آرایشی نیاز داره، مردم به وسایل ورزشی نیاز داره، به لوازم خانه نیاز داره. اما معایبش چی است که ممکن حمل و نقل، گمرک و قیمت بالا در شیپینگ یا ارسال کردن داشته باشه که این میتونه چالش‌زا باشه. دوم، نیش دیجیتالی یا دیجیتال نیچ، مثل دوره های آموزشی، فایل های دیجیتالی مثل CV تمپلیتس یا PDF ها، کتاب ها، دیگه طراحی مثل لوگو، پوستر یا خدمات سوشال میدیا میتونه از جمله نیش های دیجیتالی باشه. مزایای این نوع نیش که از هزینه ارسال نداره، فوری و قابل تحویل می باشه و سود زیاد داره. اما معایبش رقابت زیاد وجود داره و نیاز داره که اعتماد سازی کنی با مشتری. بخش 3، انتخاب پلتفرم برای جستجوی نیش. خب تا حالا فهمیدیم که نیش چی است، کدام انواع را داره و کدامش بر ما مناسب است. و اما فعلا باید یک پلتفرم باشه که ما این نیش ها را در اونجا جستجو کنیم و پیدا کنیم و بفهمیم که کدام نیش بر ما مناسب است. که به خاطر از پلتفرم های معروفی وجود داره، از جمله علی بابا، علی اکسپرس، ایتسی، تیک تاک، اینستاگرام. اینا میتونه که از جمله پلتفرم ها باشه که در اونجا شما نیش مختص خود را جستجو کنید. که من علی اکسپرس را پیشنهاد میکنم اگر در سطح جهانی میخواین که دراپ شیپینگ کنین. علی اکسپرس بهترین پلتفرم است که در اینجا شما محصولات پرفروش را جستجو میکنین و پیدا میکنین و بر خود انتخاب میکنین. وقتی نیش انتخاب میکنی باید چند چیز را در نظر بگیری. اول تقاضا یا دیماند، تقاضای بازار که انگلیسیش میشه مارکت دیماند. مثلا ببینیم مردم دنبال از این محصول که ما انتخاب کردیم هست یا خیر. دوم، رقابت یا کامپیتیشن. مثلا زیاد بودن رقابت همیشه بد نیست، اما باید بفهمی که با کدام افراد رقابت میکنی. کسایی هستند که ممکن 5 سال بیشتر میشه که دراپ شیپینگ میکنه که مسلم است که رقابت با اونا بسیار سخت است. حتی شاید باعث شکست بخوری و دیگه توانایی زیر نداشته باشه که بخوای دراپ شیپینگ کنی. پس بفهم که با کدام افراد رقابت میکنی. سوم، سوددهی یا پرافیت مارجین. بعد از اینکه مثلا هزینه ها انجام شود، تو محصولات خریداری کنی و بعد از بفروشی، حساب کتاب کنی که چقدر سود برات میمونه. ایران مد نظر بگی که یک از معیارها می باشه. و چهارمش، علاقه شخصی یا پشن. اگر به موضوع علاقه داشته باشی در مسیر هیچ وقت خسته نمیشی، که برعکس لذت هم میبری. پنجم، پایداری یا استیبیلیتی.
بعضی نیش ها موقتیه، مثلا میایه فصلی ترند میشه و دوباره از ترند میفته که باعث میشه که تو هم در تجارت هرگز پیشرفت نکنی، چون فصلی ها چون نیش های فصلی یا ترندی که از موقت می باشه. ولی بعضی نیش ها که از دوامدار است، مثل سلامتی یا آموزش که قبلا هم گفتم به این نوع نیش ها مردم همیشه نیاز داره. بخش پنجم، چقدر وقت صرف انتخاب نیش کنیم؟ یعنی چقدر وقت لازم است که ما یک نیش انتخاب کنیم؟ برای انتخاب نیش نباید خیلی زود عجله کنیم و نباید زیاد درگیرش شویم، چون در دو صورت نتیجه خوبی نمیگیریم. اگر خیلی زود عجله کنیم، مثلا از که میریم سراغ محصولات ترند که باعث میشه دوباره در چرخه مود یا ترند بیفتیم و از این چرخه بیرون آمدن نتونیم و نه یکی زیاد درگیرش شویم، مثلا ماه‌ها یا سال‌ها وقت انتخاب نیش کنیم که وقت ما ضایع میشه. به طور معمول بین 3 تا 5 روز یا حد اکثرش یک هفته تحقیق کنیم کافی است. در این یک هفته مثلا شما چند گزینه انتخاب میکنین، این گزینه ها رو با هم دیگه مقایسه میکنین، بعد از تصمیم میگیرین که کدام نیش مورد نظر شما می باشه. بخش ششم، بهترین انتخاب برای کسایی که در افغانستان مثلا زندگی میکنن چی میتونه باشه؟ با در نظر گرفتن مثلا وضعیت اینترنت، پرداخت آنلاین و ارسال محصول در افغانستان، بهتر است که با نیش های دیجیتالی و سبک شروع کنین. مثلا آموزش زبان، طراحی، دیجیتال مارکتینگ یا فایل های آماده مثل سی وی تمپلیتس یا تمپلیت های وبسایت میتونین شروع کنین، چون نیاز به گمرک، ارسال و سرمایه زیاد نداره. اما اگر شما میخواین سرتاسری فروش داشته باشین و چالش های مثلا پرداخت آنلاین رو میپذیرین، اگر کسی را در خارج دارین که در ویدیو اول براتون گفتم، اگر ویدیو اول ندیدین من لینکش رو در قسمت دیسکریپشن میمونم، او ویدیو رو هم حتما ببینین که در او گفتم چه رقم میتونین با یکی از اقاربتان در خارج اکانت بانکی داشته باشین. باز بعد از اون میتونین که از نیچ فیزیکی استفاده کنید و محصولات فیزیکی به فروش برسونید. خب بخش هفتم، یک جمع‌بندی کلی می داشته باشیم از چیزایی که تا حال یاد گرفتیم. یکی که نیش چی است؟ نیش یعنی جهت تجارتت را نشان میده. وقتی که مخاطبانت را پیدا کردی، مثلا است که مسیرت مشخص میشه و به همون مسیر تو محصولاتت را انتخاب میکنی و مفروشی. اگر درست انتخاب کنی، تمام مراحل بعدی برات آسان تر میشه. پس اینمی یک هفته یا 3 یا 4 5 روز را که مثلا وقت میمونی برای انتخاب نیش، انتخاب درست باشه و با دقت تحقیق کو، چون انتخاب درست نیش یعنی انتخاب مسیر موفقیت. اگر ویدیو برات مفید بود، چنل علوی اکادمی را سابسکرایب کو و این ویدیو را هم لایک کو تا کسایی که به این ویدیو نیاز داره این ویدیو به دستشان برسه. در ویدیوی بعدی یاد میگیریم که چطور محصولات پرفروش را در نیش مورد نظر خود انتخاب کنیم و محصول ما کدام ویژگی ها را باید داشته باشه. پس تا ویدیوی بعدی موفق و پر انرژی بمان.